با عرض سلام خدمت دوستان و همشهریان گل. اینجا که مشاهده میفرمایید این ماشین دو تیکه است، حواستون خیلی باشه. اکثر ماشینا خیلی از بنده خدایی که میان ماشین میخرن یعنی که بالای جک نمیبرن. ببینید من جایی که دقیقاً دارم نور میزنم این ماشین از اینجا بریده شده، از این قسمت کامپلت. این فیلمو من صرفا دارم میگیرم فقط بابت اتحادیه که دقت بکنن. این ماشین از ستون بالا بریده شده، از کف صندوق و از پشت صندلی کامپلت جوش دادن. یعنی نتیجه میگیریم این ماشین دو تیکه است. پلاک میخوره، ولی جوری پلاک میخوره که کارشناسی رهگشا به هیچ عنوان زیر ماشین رو چک نمیکنه، فقط شماره بدنه ماشین رو چک میکنه، کد بدنه رو چک میکنه، ولی نمیاد مثلا بیان کاف ماشین رو چک بکنن. پلاک هم میخوره ولی خیلی متاسفانه نمیدونن. این بستگی به خسارت دو طرف داره. حتما دقت فرمایید دوستان گل عزیز دلید. کارشناسی شادی هستم خدمتتون، کوروش بین دانیال و کارون. یا حق.